سلام عرض ادب دارم خدمت تک تک شما خوبان. امیدوارم هر کجایی که هستین خوش و خندان باشین و ایام بکامتان از گزند روزگار در امان. دوستای نازنین این بار میخوایم معلومات بدیم راجع بر رفلکس معده، یعنی برگشت اسید معده به گلو. گاسترو ازوفاژیال رفلکس دیزیز چی رو میگه؟ یعنی بازگشت، یعنی رفلکس یا بازگشت اسید معده به گلو میری که در حالت طبیعی و نرمال باید این اسید در معده بمونه و بالا نیاد توسط اسفنکتر. وقتی که اسفنکتر یا می قیتک یا می درچه مثلا به علتهای فاکتورهای ژنتیکی، فاکتورهای کسبی دچار مشکل شد، پس این زمان اسید در رفلکس مونه، برگشت مونه به گلو و مری. که علائم چی داره؟ کسایی که رفلکس معده داره یعنی بازگشت اسید به گلو داره، چی علائم رو میتونه داشته باشه؟ علائم سوزش سردل داره، احساس سوزش سردل از معده تا گلو رو داره، بازگشت تلخی یا ترشی به دهن که احتمال داره با حتی با اسیدهای صفراوی این کار انجام شود، احساس گیر کردن لقمه در گلو رو داره، احساس میکنه که لقمه یک چیزی یا غذایی در گلو گیر کرده و همچنان سرفای خشک داره که بیشتر شبهای سرفه ایجاد میشه و همچنان صدا گرفتگی رو ایجاد میکنه. فرد گلو درد است و احساس گلو دردی داره و این گلو دردیش هم احتمال داره مزمن شوه و باعث بلغم شوه. احساس دلبدی و نفخ داره که اینمی رفلکس یا بازگشت اسید معده حتی میتونه که قد خیلی بیماری‌های مثل مشکلات تنفسی و حتی مشکوک به کرونا و مشکوک به توبرکولوز شه و فرد گلو درد باشه و سرفه داشته باشه و صدا گرفتگی داشته باشه و احساس خلط و بلغم داشته باشه، همیشه در صدای خود پاک کنه و صدای خود تمیز کنه. که فرد هرچی آنتیبیوتیک استفاده میکنه، هرچی دواهای گلوندردی استفاده میکنه اما نتیجه نمیده، مجبور میشه که مثلا تست کرونا بده، تست کرونایش منفی است، تست تی بی توبرکولوز میته منفی است، ایکس ری میگیره قفسه سینه مثلا ششایش مشکل نداره، اما یه علائم سرفه و گلودردی و خلط و بلغم و خسخس سینه و این گپا را بیشتر داره. چیزایی که باعث تشدید یا زیاد شدن رفلکس یعنی اسید معده به گلو میشه دوستای عزیز چیه؟ خوردن غذاهای چرب است، خوردن غذاهای چرب و ترش و تند و شکلات باعث از این کار میشه، پرخوری باعث از این کار میشه، به محضی که غذا میخوری دراز کشیدن باعث از این کار میشه، چاقی باعث از این کار میشه، بارداری احتمال داره ریسک فاکتور بالا ببره، سیگار و الکل احتمال داره این کار زیاد کنه، بعضی دواهای انسایت ها یعنی دواهای ضد التهاب غیر استروئیدی باعث از این کار میشه. تداوی رفلکس معده یعنی بازگشت اسید معده به گلو دکتر صاحبای عزیز، دوستای عزیز، به چی مربوط داره؟ به اصلاح سبک زندگی، خوردن غذاها و وعده های منظم و کم، پرهیز از دراز کشیدن. بعد از 2 ساعت میتونه که دراز بکشه اما قبل از 2 ساعت باید دراز نکشه. کاهش وزن بده، مثلا ترک دخانیات کنه، میتونه اش استفاده کنه. تداوی مثلا اگر که دواهای آنتی اسید میتونه استفاده کنه از پوپیا یا اومپرازول یا پانتوپرازول یا ازومپرازول میتونه یا دکسابنزوپرازول میتونه به مدت معین استفاده کنه. از اجتو بلاکرها میتونه رانیتیدین، سایمتیدین، فامیتیدین مثلا استفاده کنه. در مورد شدید حتی تداوی ازی میشه که جراحی ضد رفلکس انجام داد برش میشه. عاقبت برگشت اسید معده به گلو دوستای عزیز باعث زخم معده مری میشه، باعث تنگی مری میشه، باعث زمینه سرطان مری را فراهم میکنه، اختلال تنفسی و سرفه های مزمن و حتی آسم احتمال داره دنبال داشته باشه، مشکلات صدا گرفتگی به دلیل التهاب شدید گلو. فرد مجلس مثلا در مجلس های رسمی در ختم در هر جای شستش مجبور است که گلون خود خالی کنه، چون اینجا مخاط وقتی که اسید معده با گلو رفلکس منه بازگشت منه باعث تخرش گلو مری میشه، بدن در مقابل از این مخاط تولید میکنه که این مخاط مجبور میشه فرد گلون خود صاف کنه یا سرفه کنه. دیگر برگشت اسید معده به گلو باعث
تحریکی پوششی مری و گلو میشه که بافتهای صوتی رو تخریب میکنه. نفر صدا گرفتگی ایجاد میکنه. فرد میگه صدای مفتاده، گلونم درد میکنه، صدای مفتاده، بلغم تولید شده، مخاط تولید شده. باعث از این کار میشه که سرفه ها همیشه سرفه داره، خصوصا از طرف روز، مثلا از طرف شب بیشتر سرفه داره. دوستای عزیز، همیشه فکر میشه که این سرفه و بلغم و گلودردی و صدا گرفتگی شاید مشکلات تنفسی باشه، مشکلات سیستم تنفسی باشه، مشکل ششها باشه، توبرکلوز باشه، مثلا کرونا باشه. پس معایناتی که انجام میده، دواهای آنتیبیوتیکایی که استفاده میکنه، دواهای گلودردی که استفاده میکنه، نتیجه نمیده. پس معلوم واقعا مادزی که آیا واقعا رفلکس اسید معده، یعنی بازگشت اسید معده به گلومری باعث از کار میشه، یک کمتر قابل توجه قرار میگیره که یک از عاملای مهم و مفید میتونه که این باشه، مثلا باعث از کار شود که اینمی گلودردی و سرفه و صدا گرفتگی و بلغم و خسخس سینه و اینا علت اساسیش، یک از علتایش میتونه که برگشت اسید معده به گلو باشه که بیشتر توجه صورت نمیگیره، اما یک از علتای اساسی هست که به نام گاستروازوفاژیال رفلکس دیزیز زیاد میشه، یعنی برگشت اسید معده به گلو. این بود معلومات راجع به رفلکس معده، یعنی بازگشت اسید معده به گلو. تا ویدیوی بعدی و دیدار بعدی، بدرود و خدا نگهدار.